درود بر شما بینندگان عزیز. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه با پخش زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران در خدمت شما عزیزان هستم. 5 ماه و نیم از خیزش انقلابی ژینا یا همان ژن ژیان آزادی میگذره. اونچه که مسلمه اینه که تداوم این انقلاب نشون داده که مردم انقلابی سر باز ایستادن ندارند تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و بنیاد نهادن حکومتی عاری از ستم و استثمار. گذشت زمان بسیار به نفع مردم انقلابی خواهد بود در اتخاذ تاکتیک‌های موفق، پرقدرت و مناسب. همونطور که مطلع هستیم، در 5 ماه و نیم گذشته تلویزیون کماله و حزب کمونیست ایران با برنامه‌های ویژه و پخش زنده سعی بر این داشته تا نظرات متفاوت و دیدگاه‌های مختلف در مورد این خیزش انقلابی و همچنین پوشش دادن این خیزش، شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت این خیزش و چه باید کردها و همچنین آلترناتیو پس از جمهوری اسلامی رو با شما در میون بذاره. در برنامه امروز هم همراه هستیم با رفیق برهان دیوارگر، کادر و عضو حزب کمونیست ایران. امیدوارم که تا پایان این گفتگو با ما همراه باشید. رفیق برهان، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی خوش اومدید. خب رفیق برهان، همونطور که مطلع هستین این انقلاب تا به امروز اومده و داره تقریباً وارد 6مین ماه خودش میشه. در این مدت ما شاهد فراز و فرودهای مختلفی بودیم، شاهد به دست آوردن موفقیت‌های بسیار باشکوه بودیم، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارج از ایران. و اونچه که مسلمه اینه که این مردم میخوان که جمهوری اسلامی رو با تمام ارکان نگهدارندش سرنگون کنن. وضعیت جمهوری اسلامی هم چه در داخل ایران و چه در سطح منطقه بسیار وخیم هستش. ارزش پول ایران روز به روز داره کمتر میشه. همینطور مرکز آمار از تورم آماری بیرون داده بود که تورم 56%، اما اونچه که مسلمه اینه که تورم واقعی بسیار بالاتر از این هستش و نزدیک به 8 ماه هستش که تورم بالای 40% هستش. با توجه به این شرایط شما وضعیت کنونی انقلاب رو چگونه میبینید یا میشه گفت چطور ارزیابی میکنید؟ بله، ببینید این خیزشی که راه افتاد، خیزش ژینا یا همون ژن ژیان آزادی که بسیار زیباست، اون 3 واژه با هم دیگه میان، راه افتاد. یه وجه تمایزی که با بقیه اعتراضایی که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، قبلا اعتراضایی میشد مثلا یا صنفی بود یا یه مطالبه یا خواست مشخصی داشت، مشخص بود، یا میگفتن مثلا تو دورانی که تعدادی اعتراض کردن گفتن مشخصا گفتن رأی ما کو، به خاطر یه ری اعتراض کردن، هرچند بعدن گسترش پیدا کرد و شعار مرگ بر دیکتاتور هم دادن. اما این خیزش بسیار فراتر بود، کل نظام و نشانه گرفت. همونجور که خودتون اشاره کردید، خواسته مشخص کوچک محدودی نبود، کل نظام و نشانه گرفت، پایه های نظام رو به لرزه در آورد، تمام مردم رو به زیر یه شعار تحت عنوان زن، زندگی، آزادی آورد. مردم از کارگر گرفته تا دانشجو و معلم و بازاری و پرستار و راننده و حتی تو روستاهای دور افتاده هم مردم به این اعتراض پیوستن. تو روستاهای اعتراض شده، شعار نویسی شده که اصلا قبلا وجود نداشت. تو شهرهای اعتراض شده که اصلا غیر قابل تصور بود برای جمهوری اسلامی که مردم معترض بشن. کسایی اعتراض کردن به جمهوری اسلامی که قبلا خودشون طرفدار جمهوری اسلامی بودن، ولی دیگه مردم به قول معروف به اینجاشون رسیده. این شعار مردم رو حول یک خواسته مشخص که همانا سرنگونی جمهوری اسلامی است بدون هیچ کم و کاسی، بی هیچ اما اگری، مردم حول این شعار متفق شدن.
مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، نه کمتر نه بیشتر. نمیخوان که جمهوری اسلامی یه رفرمی انجام بده، یه اصلاحی انجام بده، یه خاصه کوچیک انجام بده، مثلا به قول معروف مردم و سطح اعتراض مردم رو آرام کنه، فروکش کنه. اصلا چون این چیزی نیست. این انقلاب داره رو روال خودش افتاده، رو ریل خودش افتاده، داره با سرعت پیش میره، کم و کاستی نداره، ترمز نداره و ایستادن نداره. اگه مثلا درسته نسبت به روزهای اول مقداری کمتر شده، ولی الان اگه نگاه کنیم به طور روزانه ما اعتراضات رو میبینیم، اعتراضات و اعتصابات و شعارهایی که مردم میدن هیچ وقت کم نشده. شعار مرگ بر دیکتاتور یا شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یه شعار اساسی و پایه‌ایه. شعار زن زندگی آزادی چند روز پیش جمهوری اسلامی سعی میکنه که مثلا بگه وضعیت آرامه. تو کنسرت سیروان خسروی، فکر کنم سیروان خسروی تو برج میلاد که جمهوری اسلامی سعی کرد یه کنسرت اجازه مجوز داد که یه کنسرت برگزار بشه، مردم اومدن تعداد خیلی زیادی از طرفدارای خودشون هم وارد کردن جمهوری اسلامی، ولی مردم هم اونجا شعار زن زندگی آزادی رو سر دادن. یعنی جایی برای جمهوری اسلامی نمونده که مردم شعار ندن، مردم بر علیه جمهوری اسلامی اعتراض نکنن. جمهوری اسلامی اجازه نداد به تحت عناوین مختلف که حتی استادیوم‌های فوتبال، زمین میادین ورزشی که تماشاچی برن، کنسرت اجرا نشه، همه چی رو ممنوع کرد. ولی تا کی میتونه این پروسه رو ادامه بده؟ عاقبت مجبور شد که مجوز بده، کنسرت اجرا شد، ولی تو کنسرت مردم بازم شعار دادن. مردم دیگه کلا سرشون نمیره، چون که هیچی برای مردم نمونده. گوشت وقتی شده به کیلوی 500,000 تومان، دلار هر روز میره بالا. یعنی تورمی که تو جمهوری اسلامی تورم به حدی افسار گسیخته است که قابل کنترل نیست. مجلس مجبور شده کمیسیون ویژه براش تشکیل بده، ولی قابل پیگیری نیست، قابل پیشگیری نیست. اقتصاد جمهوری اسلامی به حدی ویران شده دیگه قابل ترمیم نیست، راهی نداره. جمهوری اسلامی وادار شده به خاطر اینکه جلوی اعتراضات بگیره چراغ سرد نشون میده به آمریکا، به کشورهای غربی. ازشون خواهش میکنه. چند روز پیش بود فکر کنم عباس عراقچی بود یکی از مسئولین وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه است، نمیدونم دقیقاً، خواهش کرد، تمنا کرد که جلوی اعتراضات خارج کشور بگیره. داخل خودشون با کشتار و سرکوب سعی میکنن جلوشو بگیرن ولی نتونستن. اینه که این انقلاب ژینا، انقلاب زن زندگی آزادی، با سرعت غیر قابل تصوری به راه افتاده و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داره. این پروسه دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. جمهوری اسلامی باید بره، چاره دیگه ای نمونده، چیزی نمونده. مثلا چند وقت پیش موسوی اومد یه منشور ارائه داد، خاتمی اومد سعی کرد یه وجهی به جمهوری اسلامی بده، یه چهره دیگه نشون بده به قول خودشون به تحت عنوان اصلاح طلبان. مردم به اونم اعتنا نکردن، چاره ای نمونده. داره تمام کارتاشو که قبلا قایم کرده بود مثل موسوی و خاتمی و کروبی و اینا رو کرد، ولی مردم به این کارتا هم اعتنا نکردن. میگن خواست ما سرنگونی جمهوری اسلامیه. بیش از 14 هست، سرکوب میکنید، کشتار میکنید، اعدام میکنید. کشتارهای دهه 60 خاورانها، کشتارهای خلخالی، اعدامهای خلخالی در کردستان و گنبد کاوس و ترکمن صحرا و هزاران جنایت دیگه جمهوری اسلامی دیگه مردم براشون قابل تحمل نیست. این مردم این انقلاب و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه میدن و هنوزم ادامه. هر روز اعتراض ما ببینیم. چند روز پیش تو بلوچستان بود، تو سنندج بود، تو محلات قسمتایی از تهران بود، تو خاش بود، تو اصفهان بود، تو چندین شهر بزرگ ایران تظاهرات بود. این تظاهرات و اعتراضات هم به طور متناوب ادامه داره. بله، بسیار سپاسگزارم. خب رفیق برهان، شما از حرفاتون این پیداست که رژیم یا سران رژیم خیلی وقته که صدای ناقوس مرگ خودشون رو شنیدن و هرچند که درون رژیم خودش کشمکشی وجود داره، اما خب باز هم سعی میکنن که با رو کردن، شما اشاره کردیم به اصلاح طلبان حکومتی، باز هم یه نرمش یا میشه گفت یه چرخشی از خودشون نشون بدن. اما ما دیدیم که
در 10 روز گذشته خامنه‌ای بیانیه‌ای داد مبنی بر اینکه خب ما زندانیان سیاسی رو میبخشیم، هرچند که یعنی دو روی سکه رژیم رو میشه گفت نشون داد. از یه جایی روی خشنش که ما میتونیم چقدر با خشونت به معترضین برخورد کنیم، اونا رو زندانی کنیم، شکنجهشون کنیم، اعدامشون کنیم، در خیابونها با شلیک مستقیم گلوله اونا رو بکشیم. و یه روی دیگه هم رأفت اسلامی بود که خامنه‌ای نشون داد نه ما دل بزرگی داریم، ما رؤوف هستیم و زندانیان سیاسی رو آزاد کرد. اونطور که از تاریخ پیداست در انقلاب 57 هم اواخر حکومتداری شاه هم همچین میشه گفت اشتباهی مرتکب شد. آیا فکر میکنید که این ناشی از فشار این جنبش انقلابیه که شخص خامنه‌ای که در رأس حکومت هستش این وادار کرده که دست به همچین کاری بزنه؟ ناشی از کشمکش‌های درونی خود رژیمه؟ ناشی از اینه که به قول معروف اون موقع که شاه میگفت که بله مردم ایران، من صدای انقلاب شما رو شنیدم و دارم بازتابش رو پس میدم، دارم نرمش رو به کارهایی که حالا میشه گفت نرمشه دارم رو میکنم و این کارا رو انجام میدم. ناشی از چیه؟ ناشی از این نرمشیه که خامنه‌ای متوجه شده و صدای انقلاب رو شنیده، یا همین کشمکش‌ها؟ و نظر شما در این مورد چیه؟ بله ببینید، وقتی که شاه به قول شما گفت مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، چند سال بود که مردم اعتراض میکردن، شاه هم کشتار میکرد با وسیله ساواک و نصیریان و ثابتی و عوامل ساواک که بعداً دقیقاً شد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مردم رو میکشت، اعدام میکرد، شکنجه میکرد، تو اوین مردم رو قتل عام میکرد تو تپه‌های اوین که نمونه مشهودیه. فشار مردم مجبورش کرد، وادارش کرد بگه مردم صدای انقلاب شما رو شنیدم، عفو داد، عفو عمومی داد، تعداد زیادی آزاد کرد. دقیقاً اینو بگم که قبل از جواب سوال این نکته رو بگم که دقیقاً فشار اعتراضات مردمه که شاه وادار کرد یا دیکتاتورهای دیگر وادار کرد و مخصوصا خامنه‌ای وادار کرد که فرمان به اصلاح عفو عمومی بده، رأفت اسلامی نشون بده. ولی مسئله طنز تلخ ماجرا اینجاست، خامنه‌ای خودش در اون اوایل اعتراضات رسما اعلام کرد که نیروهای سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باید با تمام قدرت شدت عمل به خرج بدن. امامان جمعه که منسوب خامنه‌ای هستن و خطبه‌های نماز جمعهشون رو قبل از پخش حتما باید به تاییدیه رهبری برسه، به تاییدیه دفتر خامنه‌ای برسه. در تمام خطبه‌های نماز جمعه در اوایل اعتراضات تا چند ماهش نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و سپاه و تشویق به خشونت میکردن، تشکر میکردن، میگفتن باید جایزه داد به نیروهای انتظامی که مردم میکشن، میگفتن اینا اراذل اوباشن، باید اینا رو کشت. الان چی باعث شده که همونایی که دستور کشتار مردم میدادن، مردم رو تشویق به مامورین رو تشویق به خشونت میکردن، چی باعث شده که بیاد عفو عمومی بده؟ این رأفت اسلامی، این عفو رهبری، این مهربانی رهبری از کجا نشأت گرفته؟ این فشار مردمه. گرنه آدمی که دیکتاتوری که دستور کشتار مردم میده در سال صدها نفر رو اعدام میکنن، هزاران نفر رو شکنجه میکنن، چیزی به اسم رأفت و چیزی به اسم عطوفت و مهربانی وجود نداره تو نظامهای دیکتاتوری، مخصوصا نظام دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی که آمار اعدامش بالای صدها هزار نفره. چیزی به اسم محبت و مهربانی و عطوفت وجود نداره. این فشار مردم جمهوری اسلامی وادارش کرده که عفو عمومی بده. طبق آماری که خودشون ارائه دادن بالای 19 تا 20 هزار نفر در زندانهای جمهوری اسلامی هستن. اگه مردم حق دارن اعتراض کنن، چرا باشون خشونت میکنید؟ چرا اونا رو میکشید؟ چرا با گلوله جنگی باشون برخورد میکنید؟ چرا با هلیکوپتر جنگی و با تکتیرانداز روی پشت‌بام‌ها و ساختمان‌های مرتفعانه رو هدف قرار میدید؟ چرا امثال نیکاها و ژیناها و صدها جوان دیگر رو تو زندان‌ها با شکنجه میکشید و بعد میگی خودکشی کردن؟ این معلومه که جمهوری اسلامی تزییر فشاره. کشمکش‌های درونی هم هست. خب بساط طیفی از جمهوری اسلامی که به اصلاح میتونیم بگیم عاقل‌تر هستن، فهمیدن که
پاشنه آشیل جمهوری اسلامی این اعتراضات و باید برن. سرنگونی نزدیک، چاره ای ندارن، میگن امتیاز بدیم. باید یه امتیازاتی به مردم داد. دیگه نمیشه با این پروسه پیش رفت. نمیشه فقط کشت و اعدام کرد. نمیشه فقط روی یه دنده بود، یه بعدی رفتار کرد. باید یه بعد دیگه هم به مردم نشون داد. این کیفی که در جمهوری اسلامی که خودش رو ظاهرا تحت نام اصلاح طلب نشون میده، که جمهوری اسلامی همیشه اینا رو در چنته داره برای روز مبادا نگه داشته، اومدن اعتراض میکنن تو داخل، میگن دیگه وقتی نمونده، یا باید بریم یا اگه نریم مردم به زور ما رو وادار میکنن بریم کنار، سرنگونمون میکنن. باید دادگاهی بشیم، باید محاکمه بشیم، باید جوابگوی این همه کشت و کشتاری که در طول این 40 سال 45 سال انجام دادیم باید جوابگو باشیم. صدها میلیارد پول مردم رو بردیم. این همه جنایت و ترور تو کشورهای خارجی و تو خاورمیانه این همه جنایت انجام دادیم، باید جوابگو باشیم. باید یه امتیازی بدیم. اینه که به اصلاح جریان خامنه ای مجبور شده یه عفو به اصلاح انجام بده که این عفو هم شامل همه کس نمیشه. توماج صالحی چرا شامل این عفو نمیشه؟ صدها نفر دیگه مثلا تو پروژه های دیگه دستگیر شدن چرا شامل این عفو نمیشن؟ ده ها معلم و کارگر زندانی هستن چرا شامل این عفو نمیشن؟ این عفو چیز فرمالیته بود. کسایی که هم که عفو شاملشون شده به اصطلاح باید یه فرمی پر کنن، تو این فرم تعهد بدن که ما تعهد میدیم از این پس هیچ حرکتی نمی کنیم. اگه تو سرمون بزنید، اگه اعداممون کنید، اگه ما رو هم بکشید، طبق اعتراض نداریم. اگه این امضا نکنن حکمشون چند برابر میدن. این عفو نیست، این یه دام، یه تلست که هزاران نفر رو دارن به وسیله این تله و دام به زندانهای بیشتر محکوم میکنن. عفو شامل کسی نشده. عفو با مردمی که بله خیلی عذر میخوام. یعنی فکر شما مطلع هستین که کسانی که از زندان آزاد شدن، حتی بعضیاشون از خودشون فیلم گرفتن که ما اصلا اینو نخواستیم که آزاد بشیم و رسما ما رو از زندان بیرون انداختن. یعنی فکر میکنید همه اینا این فرم رو امضا کردن که ما دیگه کاری به اعتراضات و اینا نداریم؟ نه ببینید، برای تعداد این فرم، برای هر کسی که آزاد میشه این فرم رو میبرن جلوش، میگن باید امضا کنید. تعدادی از زندانیان سیاسی اصلا امضا نکردن، حاضر نشدن، ولی جمهوری اسلامی مجبور تعداد خیلی زیاد، اصلا زنداناتون جا نداره. بالای 20,000 نفر تو این چند ماه دستگیر شدن. زندانهای جمهوری اسلامی قبلا اشباع شده بود، جایی نبود برای زندانی بودن. در تعدادی از شهرها زندانیایی که جرمشون سبک‌تره از ساعت 7 صبح تا 9 شب میگه برید خونتون، صبحونه و نهار شام خودتون رو بخورید، فقط برای خوابیدن برگردید زندان. برای که هزینه به جمهوری اسلامی تحمیل نشه، هزینه زندان هم که بودجه برای اصلاح براش تخصیص یافته به دوش مردم میندازه. ولی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی حاضر نشدن این فرم امضا کنن، این توبه نامه را امضا کنن. جمهوری اسلامی گفته باید برید بیرون. نمونه زیادی داریم، مثل معلم کرد زهرا یا خیلی های دیگه تو شهرهای دیگه. بله، زهرا محمدی. تو چند شهر دیگه هم این چند کسی دیگه هم تو ویدیوهای خودشون رو پخش کردن، حاضر نشدن این فرمو امضا کنن. ولی برای خیلی های دیگه که تجربه ای ندارن وادارشون میکنن که این فرمو عفو امضا کنید، باید توبه نامه امضا کنید، باید تعهدنامه امضا کنید. اما بعد اصلی ماجرا اینه که فشار مردم جمهوری اسلامی وادار کرده که تعداد زیادی از زندانی‌ها را آزاد کنه، ولی تحت نام رأفت اسلامی، تحت نام عفو رهبری. گرنه فشار مردم، فشار اعتراضات، فشار جنبش ژینا، فشار جنبش زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی وادار به این عفو کرده. اصلا بحث عفو رهبری و رأفت اسلامی نیست، بحث فشاریه که جمهوری اسلامی خودش باهاش مواجه میبینه و نمیتونه در برابر این فشار مقاومت کنه. چند وقت دیگه میتونه مقاومت کنه. فشاری که بر جمهوری اسلامی وارد شده تو این چند ماه به اندازه این 44 سالی که جمهوری اسلامی، 45 سالی که جمهوری اسلامی در حاکمیت بیشتر بوده، اعتراضات بوده، ولی به اندازه این چند ماه هیچ وقت اعتراض و فشاری که مردم یک دست و متحد حول یک شعار مشخص و برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارن
پافشاری میکنن، جمهوری اسلامی هیچ وقت تا این حد تحت فشار نبوده و مجبور شده تحت این فشار این عفو اعلام کنه که تعداد زیادی از مردم آزاد بشن، بلکه مردم این فشار رو کم کنن، بلکه مردم مقداری از خواسته هاشون کوتاه بیان، بلکه مردم به شیوهی اعتراضات رو کم کنن دیگه. مردم اعتراض نکنن، تظاهرات نکنن، جمهوری اسلامی حداقل برای مدت کوتاهی هم شده مقداری آرامش پیدا کنه. شما فکر میکنید که آیا مردم به این خواسته تن میدن یا نه همون برگردیم به دوباره به تاریخ و همون اشتباهی که شاه مرتکب شد الان خامنه ای مرتکب شده و مردم انرژی بیشتری میگیرن که ولی آزادی زندانیان سیاسی یک دستاورد بسیار بزرگ هستش و امید پیدا میکنن، انرژی تازه کسب میکنن که به راهشون قدرتمندتر ادامه بدن. شما چنین فکری نمیکنین؟ به ضرر جمهوری اسلامی این اشتباه و دیکتاتورها فشار مردم وادارشون میکنه این اشتباه بکنن، چاره ای ندارن. این دستاورد بزرگ بود زندانیان سیاسی که مردم جمهوری اسلامی وادار کردن که این مطالبه اصلی مردم که همیشه خاص همه معترضین بوده، آزادی زندانیان سیاسی در اولویت بوده، این رژیم وادار کرده که به این خواسته مردم تن بده و این اشتباه باعث میشه که مردم برای خواستای خودشون بیشتر پافشاری کنن. مردم فهمیدن که با اعتراض و هماهنگی بیشتر، با اتحاد بیشتر و با پشتگرمی هم و با اعتراضات سراسری در تمام ایران، فارغ از دستبندی ها و شارلاتان بازیایی که امیدوارم وقت باشه در موردش صحبت کنیم تو خارج کشور دارن انجام میدن و اصلاح طلبای حکومتی دارن انجام میدن، مردم در داخل تعیین میکنن که چیکار کنن. مردم فهمیدن با اعتراض خودشون، با اتحادی که تو داخل دارن، میتونن هاردترین رژیم، حتی مثل جمهوری اسلامی که نامتعارف ترین و هاردترین دیکتاتوری در طول تاریخ که من دیدم و مردمم اذعان دارن به این، وادار به خواسته هاشون کرد. الان خواست آزادی زندانیان سیاسی، مردم خواستای دیگه دارن و خواستاشون مرتب به دولت دیکته میکنن و جمهوری اسلامی زیر فشار مردم، زیر فشار جنبش اعتراضی که در جریانه رو غلطه افتاده و با سرعت داره پیش میره، مجبور به خواستای مردم جواب مثبت بده و تمکین کنه. در غیر این صورت باید بره کنار، هرچند خودشون هم تشخیص دادن که چاره غیر از برکناری ندارن، اما دقیق نمیدونن که امروز یا فردا. بله، سپاسگزارم. شما در حرفاتون اشارات خیلی کوتاهی داشتین، گفتین اگر زمان باشه در مورد آلترناتیو بود. در حرفاتون هم اشاره کردیم به مهره های اصلاح طلبان حکومتی که حکومت اونا رو کنار گذاشته برای روز مبادا، از جمله اسم بردین از موسوی و خاتمی و اینا. خب این روزها بحث آلترناتیو بحث بسیار داغی هستش. بسیاری سعی میکنن برنامه و استراتژی خودشون رو ارائه بدن برای آلترناتیو پس از جمهوری اسلامی. رژیم هم خودش تلاش میکنه البته، اما تلاش میکنه با یه رفرم هایی از جمله همین آزادی زندانیان سیاسی و یک سری رفرم ها بتونه که اون کلیت خودش رو حفظ کنه. یه جای دیگه هم خب اصلاح طلبان حکومتی داره بهشون تریبون داده میشه، داره دوباره به صدر خبرها میان و یه خودی دارن نشون میدن. اشاره کردیم به افرادی که در خارج از ایران هستن. الان من اسم نمیبرم، شما مختارین اگه اسم ببرین یا نه. در مورد این آلترناتیو سازیاش شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که کدوم یک از این آلترناتیو ها و یا اصلا چه آلترناتیوی شانس اینو داره که بعد از جایگزین بعد از جمهوری اسلامی باشه و آیا مردم این آلترناتیو رو قبول دارن؟ بله، در زمانی که شاه سقوط کرد اعتراضات مردم و کارگران در رأس بودند. خواسته‌های کارگری، سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری، بخصوص کارگران نفت غرب، مخصوصا منظورم غرب بیشتر ناتوه که از ترس اینکه یه جنبش چپی، جنبش آزادی خواهی، یه جنبش برابری طلبی سر کار نیاد، بیشترین تلاششون کردن، تمام توانشون رو به کار انداختن که بتونن خمینی و جمهوری اسلامی سر کار بیارن.
الان هم دقیقاً جنبش زن زندگی آزادی یه جنبشی نیست که غرب باش راضی باشه که تو ایران یه جنبش برابری طلبی، یه جنبشی با خواست آزادی خواهی، با خواست برابری بین انسان ها نمایندگی داشته باشه تو ایران. این اومدن تو غرب، کشورهای غربی، میدیای غربی، رسانه های غربی با پولای بادآورده‌ای که به خصوص پهلوی که بیشتر از 50-60 میلیارد، ببخشید 5-6 میلیارد پولی که تنهایی تو حساب خودشه از جیب مردم ایران بوده، پدرش با اختلاس و کلاهبرداری از ایران خارج کرد بعد از فرارش، با این پول که رسانه های در اختیارشون قرار دادن سعی دارن این جنبش رو به بیراهه ببرن، سعی دارن این جنبش رو، مثلا اگه نگاه کنیم به اعتراضایی که تو فراخوان داده میشه تو کشورهای مختلف، مثلا تو بروکسل، تو ایتالیا، تو این براشون دارن کار میکنن، براشون تمام میدیای غربی داره روی این مسئله کار میکنه که این فراخوان ها، این چهره هایی که دارن این چند نفر رو چهره کنن، اینا رو غالب کنن به مردم ایران. اصلا براشون مهم نیست که این شخصیت ها تو ایران نفوذ دارن، جایگاهی دارن یا نه. الان تو ایران دقیقاً بعد از این اعتراضات به خصوص صفندی ها کاملا مشخصه دو جنبش داره راه افتاده، جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی که جنبش چپ، متاسفانه به دلیل خفقانی که تو این چند سال جمهوری اسلامی حاکم کرده و اجازه ندادن به هیچ گونه تریبونی که چپ داشته باشه و کوچکترین اعتراض کارگری، کوچکترین خواست برابری طلبی از جمله کار کودک، ازدواج دختران زیر سن و در مورد برابری زن و مرد، خواست لغو اعدام، هر اعتراض برابری طلبی در جمهوری اسلامی با شدت زیادی سرکوب شده. ولی خب به هر حال این جنبش تو ایران قویه، داره نمایندگی میکنه، شعارش کاملا مشخصه، زن زندگی آزادی شعار چپه، شعار جریان برابری طلبیه که معتقد مساوات و آزادی و برابری تو ایران تو همه جای جهان باید حاکم باشه، بخصوص این اعتراضات. به هر حال تو جنبش راستم تو ایران تحت نام سلطنت طلبا یا اصلاح طلبان یا دوی خردادی یا هر اسمی روش بذاریم فرق چندانی با هم ندارن. جنبش جریان مجاهدین خلق است که قبلا آمریکا روش سرمایه گذاری کرده بود، با توجه به ماهیت ارتجاعی که داره، با توجه به اینکه تو ماهیتاً هیچ فرقی با جمهوری اسلامی از لحاظ ایدئولوژی نداره، تو مردم جایگاهی نداره، بین مردم منفورن. اینه اومدن چند چهره مثلا ورزشی و پسر شاه سابق که هنوز در مورد جنایتایی که پدرش انجام داده هیچ توضیحی به مردم نداده، هیچ محکوم نکرده، به هیچ شیوهی در موردش حرف نزده، سعی دارن اینو به مردم غالب کنن. اما مردم ایران خودشون تو داخل نشون دادن که احتیاج به قیوم ندارن، احتیاج به ولی ندارن، احتیاج به وکیل ندارن. پروژه وکالت میدهم اینا انتظار داشت، اول این عرض کنم که اینا انتظار داشتن تو همون روزهای اول شعار رضا شاه روحت شاد تو صدر شعارها باشه، اما حتی برای نمونه یه ویدیو 1 دقیقه‌ای نتونستن پخش کنن که این شعار بین مردم داده شده، حتی نتونستن تو یه ویدیو خودشون درست کنن چون میدونستن مردم باور نمیکنن. این اومدن شعار ضد شعار زن زندگی آزادی، شعار مرد میهن آبادی رو انجام دادن که جمهوری اسلامی شعارم پخش کرد، حتی بنراش هم تو شهر پخش کرد. اینه که اومدن تو جریان سلطنت طلب و جریان دوی خرداد و جریان به اصلاح این چند چهره‌ای که دارن علم میکنن تحت نام چهرهایی که نماینده مردمن، اومدن پروژه وکالت است. بله. صدای شما یه خشخشی تو صداتون ایجاد شده، فکر میکنم مشکل از گوشی یا سیستمتون هستش. اگه اجازه بدین ما یک کلیپ ببینیم و شما این مشکل رو رفع کنید تا برمیگردیم. خیلی عذر میخوام.
بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاده، شهر تاریکو دیدید. اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتون رو از بالا میریزید. دیدید چقدر فرق داریم، دوریم ازتون. بلیت نمیخواد، دعوت منی تمتون. پسر برو تو اتاق، آقا رو نترسون، ایشون کنه و پاره ندیدن، نه حتی از دور. قربان نظاره کنید، شما ستاره شدید، با کرسوی نور همینا که اعدام میکنید. شما با اشتباه رشد کردید، به جای توبیق نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو، تلخ کلامم. اینجا مردم فقط زندن، زندگی ندارن. بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن. ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟ بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. وقتی کل دنیا از مردمش حمایت میکرد، دولت ما مسئول نبود، شکایت میکرد، به معترضا برچسب اغتشاشگر میزد، به زندان کفایت میکرد، نه جنایت میکرد. بیشک ما رکورد زدیم، ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت، مرفه و فقیر. تو اصل علم زن و واسه زیباییش میزنیم، با ون پلیس میدزدیم، ناکجا میبریم. سبد خرید خالی، تو سفره نفتم نداریم. دنیا تو مریخ و ما تو یه قهقراییم. مرده هایی که باید تو فکر مرگم نباشیم، چون حتی پول سنگ قبل و کفن و دفنم نداریم. من آژیر خطر رو زدم تا گوشا بسوزه. گرسنه هایی داریم که فرصتشون یه روزه. اون لب مرگ و بوسیده کجاست کی میدونه؟ لااقل یکی بره براش لالایی بخونه. بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه، پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه. این زندگی نرمال یا بیمارمونه، جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه. کارگر دو شیفت میدوه، پراید فرار میکنه. توی این چرخه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی 1 میلیون رو فدا میکنه. واسه مالکشا که تو آمریکا مست فسادن، برون ریزی عقده، تخلیه فاضلابن. اینجا چپ و راست نداره، همه یه جناحن. میگیم گیر باطلاقی، میگن پی اصلاحن. احیانا چیزی هست که بهتون بر بخوره، احیانا فکر کردین شهروند بردتونه. مردم نون نخورن، نون شما چرب بمونه. قربان گفتنم دلیل گیجی سرتونه. تانکرای نفت تو
صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز، شهر پر از فقر سوت صدای مرگ، مسحور پول و روح رجال پست. بدون جناحیم دنبال رهایی، دستای گره به هم زنجیر انسانی. بدون جناحیم دنبال رهایی، قدرت اتحاد تقدیر خود ماییم. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز، شهر پر از فقر سوت صدای مرگ، مسحور پول و روح رجال پست. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت. هی جانیان خون از دل ما میخوری، قد میکشی اما چه سود، طوفان بیاید قامت بیریشه ها خواهد شکست. با خون فرزند خودم در کوچه ها خواهم نوشت، دستی اگر بر ما زنید دست شما خواهد شکست. هی دار میزنید و جار میزنید و دار میزنید و حبس، اما بدانید این قفس در انتها خواهد شکست. هی خاک میکنید و خاک میشویم و خاک میخوریم به ترس، که شیشه عمر شما به دست ما خواهد شکست، به دست ما خواهد شکست. هی جانیان خون از دل ما میخوری، قد میکشی اما چه سود، طوفان بیاید قامت بیریشه ها خواهد شکست. با خون فرزند خودم در کوچه ها خواهم نوشت، دستی اگر بر ما زنید دست شما خواهد شکست. هی دار میزنید و جار میزنید و دار میزنید و بله، درودهای دوباره بینندگان عزیز. عذر میخوام بابت مشکلی که پیش اومد. در گفتگوی امروز همراه هستیم با رفیق برهان دیوارگر، کادر و عضو حزب کمونیست ایران. رفیق برهان، درودی دوباره. درود بر شما. خیلی عذر میخوام بابت مشکلی که پیش اومد. خب اگه در جواب سوال بعدی صحبتی دارید، اگه نه بریم سراغ سوال بعدی و گفتگوی ادامه گفتگومون. بله، من فقط یه نکته کوچیک نتونستم ادامه بدم، اینه که مردم تو داخل نشون دادن با وکالت و تعیین قیوم مشکل دارن. مردم تو داخل تعیین میکنن که چه کسی رهبرشونه، چه کسی آلترناتیوشونه، با چه جریانی هستن و چه حکومتی رو میخوان و در آینده چیکار میکنن. و تجربه نشون داده که دخالت قدرت‌های خارجی که نمونهش عراق و افغانستان و یمن و سوریه و ده کشور دیگه است، جز سلطه‌گری و جز سیاست‌های امپریالیستی هیچ دستاوردی برای مردم نداره و مردم خودشون در داخل تعیین میکنن که چه نوع حکومتی یا پذیرا هستن و چه کار خواهند کرد. بسیار سپاسگزارم. خب آلترناتیوی که مورد قبول ما باشه، آلترناتیوی که مورد قبول مردم معترض باشه، اونچه که خواهانش هستن و همونطور که مطلع هستیم بابتش جانفشانی ها کردن، عزیزان بسیاری رو از دست دادن، عزیزان بسیاری با حکم‌های فعلی الان در زندان ها هستن و بسیاری هم منتظر حکماشون هستن، با توجه به اینکه حتی آزاد شدن اما خب با قرار وثیقه آزاد شدن. این آلترناتیو واقعی که مردم میخوان در چه شرایطی شکل میگیره؟ بله، مردم از همون روز اول با شعاری که شعار به حد زیباست که میشه همیشه تکرارش کرد، یعنی تکراری نیست واقعا، با شعار زن زندگی آزادی آلترناتیو خودشون رو معلوم کردن، معلوم که خاص خودشون رو به تمام جهان، به تمام دنیا نشون دادن که خواهان چی هستن و چی میخواهن. یک ذره کوتاه نیومدن از این شعار. هیچ تغییری با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمام توانش رو از سرکوب گرفته تا نهادهای تبلیغی، تمام
میدیای غربی تلاش کردن که وابسته به جریانات راست و ضد زن تلاش کردن که این شعار تغییر بدن، ولی مردم کوتاه نیومدن. این مردم آلترناتیو کاملا مشخصی جلو چشماشون دارن. همونطوری که خودتون گفتید بازداشت‌های فعلی بالای 20,000 نفر در زندان هستن، هزاران نفر شکنجه شدن، 10,000 نفر شکنجه شدن، هزاران نفر اعدام شدن و کشته شدن به وسیله جمهوری اسلامی به خاطر این شعار، به خاطر این که این آلترناتیو سرپا نگه داره، این آلترناتیو آزادی و برابری، این دموکراسی و این آزادی و برابری که مد نظر مردم هست به معنای واقعیت، نه آزادی و برابری که دارن تو میدیای غرب، تو میدیایی که مثل ایران اینترنشنال و دیگر میدیاهایی که نمیخوام اسمشو ببرم دارن ترویجش میکنن به نحوی مردم رو قانع کنن که این آلترناتیو برای شما خوبه. دارن آلترناتیو سازی میکنن از چهرهایی که تا چند روز پیش با جمهوری اسلامی بودن، تا چند وقت پیش هیچ مخالفتی با جمهوری اسلامی نداشتن، ولی الان اینا رو چهره کردن که به جای آلترناتیوی که مردم خواهانش هستن غالب کنن. ولی مردم به هیچ عنوان به این خواسته های آنها تمکین نکردن و نخواهند کرد و جواب نگرفت. اگه نمونهش رو دیدیم که یه طوفان را انداختن به قول خودشون، من وکالت میدهم، انتظار داشتن بالای 10 میلیون نفر بیان به این وکالت بپیوندن، ولی با وجود تمام تلاشی کردن، با وجود تمام اکانت های فیکی کردن، نتونستن به 100,000 نفر برسه. 100,000 نفر آدم واقعی حقیقی که بگه من بودم که وکالت دادم، با واسه اینکه چهره‌های به اصطلاح به قول خودشون ورزشی و ستاره‌های سینمایی و میدیاهای پرقدرتی که میلیاردها بودجه در سال دارن نتونستن مردم رو قانع کنن که دست از خواسته و مطالبات اصلیشون بردارن. آلترناتیو واقعا مردم موجوده، تو از شعاراشون موجوده، خواست سرنگونی جمهوری اسلامی، برپایی یه حکومت انسانی، یه حکومتی که واقعا به شعار زن زندگی آزادی، شعار زن زندگی آزادی فقط شعار، وقتی میگیم زن زندگی آزادی منظور این نیست که با زن آزاد باشه، روسریشو برداره و تموم شد. تو ترکیه هم زن روسری نداره، ولی آمار قتلای ناموسی در سال خیلی از گذشته که قتل ناموسی ممنوع بود بیشتره. منظور از زن زندگی آزادی خیلیه، منظور این که اعدام لغو بشه، کار کودکان ممنوع بشه، ازدواج زیر سن ممنوع بشه، کسایی که مثل فرمانده نیروی انتظامی چابهار تجاوز میکنه به دختر 10-12 ساله‌ای که احضارش کردن یه چند تا سوال ازش کنه بهش تجاوز میکنن، فراتر از خیلی بزرگه. واقعا اصلا قابل وصف نیست شعار زن زندگی آزادی. شعاری کاملا آزادی و برابری کامل تو جامعه میگه تطبیق باید پایه‌گذاری بشه. لغو اعدام تو شعار زن زندگی آزادی هست. وقتی منظور زندگی یعنی آزادی و برابری مطلق، همه مردم در کنار هم زندگی کنن، نه یه طیف خاصی تحت عنوان حاکمیت میلیاردها دلار در ماه بودجه داشته باشن، ولی بقیه مردم هزینه در سال 2 بار گوشت بخورن، در سال 2 بار میوه بخورن، نتونن یه مسافره دارن، هزینه تحصیل نداشته باشن. شعار زن زندگی آزادی آلترناتیو کاملا مشخصی جلوی چشم مردم گذاشته، جلوی پای مردم گذاشته، به همه مردم گفته خواست ما فراتر از اینیه که جمهوری اسلامی میخواد با این امتیاز دادن ها یا با این چهره تراشی هایی که تو غرب داره انجام میشه فراتر از این است. آلترناتیو ما زن زندگی آزادی برابری مطلق و یه حکومت آزاد، یه حکومتی که دموکراسی مطلق داشته باشه، نه دموکراسی فرمالیته که فردا یکی دیگه به جای عمامه کراوات ببنده. هیچ فرقی نداره، شاه رفت خمینی به جاش اومد، هیچ فرقی در ماهیت قضیه نکرد، هیچ تغییری انجام نشد، هیچ. بله، بلکه بسیار پس رفتم کرد این رژیم. بله قطعا. بله، در سال 57 که 8 مارس بود، زنان این رو البته همراه با مردان آزادی خواه برابری طلب این رو فریاد کشیدن که ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، و دقیقاً جمهوری اسلامی مردم ایران رو
بیشتر به عقب برگردون تا اینکه به پیش. خب رفیق برهان، شما به عنوان یه عضو، یه کادر سرشناس که سالهاست با تشکیلات ما کماله و حزب کمونیست ایران هستین و عضوی دلسوز و فعال هستین در این تشکیلات، به نظر شما وظیفه کماله و حزب کمونیست ایران و وظیفه افراد، احزاب، کسایی که چپ هستن و واقعا دل در گروه آزادی مردم ایران دارن، دل در گروه برابری دارن و همونطور که شما از شعار زیبای زن زندگی آزادی تعریف کردیم، خواهان یک همچین زندگی نه تنها برای مردم ایران و کردستان بلکه برای همه مردم دنیا هستن، وظیفهشون در این شرایط حساس، در این برهه تاریخی بسیار سرنوشت ساز چیه؟ بله، کماله و حزب کمونیست ایران، کماله در کردستان به عنوان سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست در بعد سراسری تو این مدت و قبلا هم با برنامه‌های مدون، با برنامه‌های کاملا انسانی همیشه برای این گونه مواقع آماده بوده. مثلا برنامه تعیین حق سرنوشت در کردستان که کماله سال هست داره تبلیغ میکنه، بسیار برنامه کاملیه، برنامه که جوابگوی نیاز مردم حاکم. بله ببخشید، بله. و کماله و حزب کمونیست ایران همزمان چه در کردستان و چه در سطح سراسری در این اعتراضات شرکت کردن، پا به پای مردم راهنمود دادن، تلاش کردن، هزینه دادن و برای پیشبرد این اعتراضات از هیچ تلاشی فروگذار نکردن. فراخوان‌های اعتصاب عمومی که کماله همراه با احزاب دیگه در کردستان فراخوان شدند و همچنین تشویق مردم کردستان که همگام با مردم سراسر ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کنند. اینا نمونه های خیلی کوچیکیه که کماله و حزب کمونیست ایران در این مدت انجام داده و در خارج از کشورم تمام اعضای حزب کمونیست ایران تحت عنوان تشکیلات خارج از کشور در تمام اعتراضات و اکسیون ها تحت هر نامی، سمینار، کنفرانس، میتینگ، اکسیون، اعتراض، همه جا مشارکت داشتن و فعال بودن و فعال خواهند بود. شرکت کردن، سعی کردن صدای اعتراضات مردم و تا جایی که براشون امکان داره به گوش مردم اروپا برسونن، تو خارج کشور منظورمه، بیشتر به صداشون رو به گوش نهادهای حقوق بشری برسونن، پارلمان‌های اروپایی، هرچند که اینا بیشتر منافع خودشون رو در نظر دارن تا منافع ایران، ولی سطح تظاهرات‌های ما که با همکاری دیگه مردم، بقیه مردم آزادی‌خواهی که تو خارج کشور هستن، باعث شده که تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان‌ها بیان جوابگو باشن، بیان در اعتراضات به نحوی وادار شدن بیان جوابگو باشن. میدیای غربی باعث در نشریاتشون، سایتاشون، تلویزیوناشون مجبور شدن این اعتراضات رو منعکس کنن با پخش بروشور، با پخش اطلاعیه ها، با پخش برنامه هایی که حزب کمونیست ایران و کماله چه در داخل چه در خارج از کشور تونستیم صدای اعتراضات مردم رو به گوش تمام جهان برسونیم. با واسه اینکه ما نشریات آنچنان قدرتمندی نداریم، میدیای آنچنان قدرتمندی نداریم، با توجه به اینکه ما بودجه‌مون فقط از اعضامون تأمین میشه، از خودمون تأمین میشه، وابسته به هیچ سازمان و جریان و نهادی نیستیم، هیچ کسی ما را ساپورت نمیکنه غیر از خودمون، ولی تمام تلاشمون رو کردیم که صدای آزادی خواهی، صدای عدالت خواهی، صدای آزادی خواهی مردم ایران باشیم. این اعتراضات رو به تمام تا جایی که تونستیم و برامون امکان بوده تو تمام جهان سازمان دادیم. در داخل هم که خودتون که مطلع هستید، تلویزیون حزب کمونیست ایران و کماله به صورت پیگیر و مرتب با وجود مشکلات زیادی که در مورد بمباران اردوگاه بود و فشار زیادی که رو رفقای پخش تلویزیون تو وجود داشت، این برنامه ها به صورت زنده و مرتب پخش شده. اخبار منعکس کردیم، سعی کردیم راهنمودها و برنامه هایی را که لازمه نشون بدیم و احزاب و کسایی که سعی کردن تو تله و دام و ترفندهای نهادهای بورژوازی بیفتن راهنمود دادیم.
اعتراض کردید، گفتیم این شیوهش نیست، این کار شما درست نیست، این خیانت به خون هزاران انسانی که تو خیابون‌ها به وسیله جمهوری اسلامی ریخته شده. سعی کردیم جلوی تکریوی تعداد زیادی از احزاب گرفته بشه. اینا دستاوردهای بزرگیه که کومله در کردستان انجام داده و حزب کمونیست ایران هم در بعد سراسری در کنار مردم ایران بوده و سعی کرده همگام با مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه کنه و تلاش کنه با پخش برنامه‌هایی که تحت عنوان سخن روز، برنامه‌های تلویزیونی، سخنرانی‌ها، شرکت در برنامه‌های تلویزیونی دیگه که رهبرای حزب، رفقای کمیته مرکزی، رفقای حزبی سعی کردن شرکت کنن، صدای مردم رو به معنای واقعی منعکس کنن. از بعد منافع شخصی نبوده. فلان کس بگه شاهزاده سرمایه سیاسی ایرانه، همون شاهزاده بیاد مردم رو به هیچ حساب کنه و تحت نام تمامیت ارضی و تجزیه طلب اصلا مردم کرد به آدم حساب نکنه. ولی حزب ما، حزب کمونیست ایران و کومله سعی کرده واقعیت ها را منعکس کنه، بر اساس واقعیت های موجود در داخل ایران با همه کس حرف بزنه، تلاش کنه، مناظره کنه، مذاکره کنه. همه کس منظورم جریان سلطنت طلب و جمهوری اسلامی نیست، با احزاب دیگه تو کردستان هستن، احزاب چپ. کارهای زیادی انجام شده که خوشبختانه همش در راستای منافع مردم و جنبش زن زندگی آزادی بود و این پروژه ادامه داره که فعالیتایی که انجام شده رفقای رهبری منعکسش کردن. بله رفیق برهان، 5-6 دقیقه زمان داریم. خب اونچه که از حرفاتون پیدا بود با توجه به اینکه هر دوی ما عضو این تشکیلات هستیم و روزانه با عملکردش و میشه گفت ناش با تلویزیونش، با همه امکاناتش رو به جامعه ایران هستش، اینه که ماهیت واقعی این جنبش رو برای مردم چه در داخل و چه خارج از ایران باستا بده. این که خب اهدافش در راستای زن زندگی آزادی، ماهیت واقعی از جمله اصلاح حکومتی رو بیان کنه، سلطنت طلبان رو، و هر کسی که خواهان یه آلترناتیوی باشه که از بالای سر مردم این آلترناتیو شکل بگیره و بخواد که از بالا به پایین دستورات رو صادر کنه و یا حکم صادر کنه. من سوالاتم تموم شده با توجه به اینکه خب البته سوال بسیار هستش و میدونم که شما در حوزه کارگری هم فعال هستیم و کلی بحث و سوال در مورد کارگران هستش که امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم با هم یه گفتگوی دوباره داشته باشیم در مورد مسائل کارگری و حضورشون در این انقلاب و نقششون و اهمیت حضور اونها بیشتر از این که تا به امروز بودن. اما اگه پیام خاصی دارین، حرفی دارین که تو این گفتگو بهش اشاره نکردین، 1-2 دقیقه بفرمایین، خیلی ازتون ممنون میشم. متشکرم. من فقط میخواستم اشاره کنم که این جنبش یا مردم ایران با این جنبش در عمل نشون دادن که هیچ آلترناتیوی که از بالا سعی کنن به مردم غالب کنن جوابگو نیست. مردم، خودتونم اشاره کردید، از پایین دارن تعیین میکنن کی چیکار کنه و کی چیکار نکنه، کی کدوم شعار اساسی و کدوم شعار اساسی نیست. آیا شعار زن زندگی آزادی درسته یا شعار مرد میهن آبادی؟ در عمل نشون دادن. تمام تلاش میلیون ها دلار هزینه کردن که شعار مرد میهن آبادی به شعار اصلی جامعه تبدیل بشه، ولی مردم به بالا توجه نکردن، به اون همه هزینه توجه نکردن، از پایین شعار دادن زن زندگی آزادی. اینه که مردم ایران از لحاظ سیاسی بسیار آگاه و فهمیده تر از اینی هستن که اونا تصور میکنن. جریان‌های اصلاح طلب، جمهوری اسلامی، سلطنت طلب و جریان‌هایی که سعی دارن فقط برای رسیدن به قدرت تمام دستاوردهای مردم زیر پا له کنن، این فهمیدن که مردم فهمیده تر و آگاه تر از این هستن که از بالا براشون تعیین تکلیف بشه و به هیچ خواستشون تمکین نخواهند، به هیچ کدوم از خواستهاشون تمکین نخواهند کرد و خواستای اصلی و آینده جمهوری اسلامی از آینده مردم ایران از پایین تعیین میشه، نه از بالا. مردم خیلی وقت تصمیم به خودشون رو گرفتن دیگه اجازه ندن که کلاهی که سال 58 سر مردم رفت دوباره این کلاه گشاد سر مردم بذاره. به هیچ عنوان رضایت نخواهند داد.
بله، اتفاقا همون یکی از دلایل بسیار روشنی که ما از همون روزهای اول تشخیص دادیم که این خیزش مثل ما بقیه خیزش‌های سالهای گذشته نیست و یه انقلابه، همینه که سال 57 میدونستن که میخوان که رژیم شاه بره، اما نمیدونستن که میخوان چی به جاش بیاد. اما امروز و در انقلاب زن زندگی آزادی اون چه که روشن هستش و روشن بود در همون روزهای اول اینه که جمهوری اسلامی بره و یه حکومتی رو میخوان که برای زن زندگی آزادی باشه. بسیار سپاسگزارم رفیق برهان که دعوت من رو قبول کردیم و وقتتون رو برای این برنامه گذاشتین. منم متشکرم از شما رفقای دست‌اندرکار تهیه برنامه و همچنین از بینندگان عزیز. سپاسگزارم. متشکرم. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان بخش زنده دیگری رسیدیم که ویژه اعتراضات سراسری و انقلاب مردم ایران بود. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اون چه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق برهان دیوارگر، کادر و عضو حزب کمونیست ایران، که امیدوارم این گفتگو مورد پسند شما واقع شده باشد. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی برای زن، زندگی، آزادی. داد عزیزان بستانم من